سلام، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب بوده باشه. اگر از چند وقت قبل ویدیوهای کوتاه منو دیده باشید، میدونید که من یه سری کتاب خریدم و قرار بود که نظرمو راجع به هر کدوم از اونا که خوندم بهتون بگم. و دیروز من یک کتاب زیبا رو شروع کردم که همون دیروزم تمامش کردم و اون کتاب چیزی نیست جز تا اون از نویسنده بزرگ آلبر کامو. اول بیاین در مورد آلبر کامو بهتون بگم. آلبر کامو در سال 1913 در 7 نوامبر به دنیا اومد و متاسفانه در 4 ژانویه 1960 در سر تصادف رانندگی دار فانی رو ودا گفت. اون از نویسنده هایی بوده که خیلی ادعا می شده اگزیستانسیالیسمه ولی خودش رد کرده، ولی سبک نوشته هاش از نوع ابزوردیسمه. این کتاب اگر من 5 سال قبل خونده بودم واقعا برام بی‌معنی بود، اما بعد از پاندمی که تمام دنیا درگیر شد این کتاب برای من یه معنای جدیدی پیدا کرد. بهتون پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو بخونید چون خاطرات زیادی برامون زنده میشه.